سلام علیکم همدوران عزیز. با شما من تقریبا 8 روز پیش از اینجا شوهلاف رو درو کرده پیش گو پرتفتگی بودیم. بسیار آدما گفتن غومای است. واسه من محض غومای رو کنده آورده نزد همین شوهلاف میبینیم که غومای است و جگوری هم است در نظرش. من نزدیک روم علفی که میبینیم شوهلاف هست. این جگوری است. همین شوهلاف به جگوری شباهت دارد. من جگوری ده سخت من ببینید. بازی من یک برگ شوهلاف رو کنم، برگ شوهلاف رو میکنم و در نزدیک جگوری میمونم. انا اینده مونند است، دیدید؟ جگوری ده مونند. گو این رو با مونند جگوری میخورد. ملایمیش من همین ملایم من دست کرده اشتیم و ملایمی جگوری هر دوشم یخیل. نه شوهلاف من جگوری انا که در قوتشون من این ایخمونم ایستاده غومای رو میمونیم. بگو که بسیار آدم این غومای است، این غومای است، این غومای است گفتن. من غومای یعنی شوهلافی ما کجا شد غلطید. من غومای این غومای چی مونندی دارد؟ غومای یگا مونندی ندارد. غومای درشت است، سخت است. این ملایمک است، این ملایمک است. این جگوری ببینید ملایمک است. غومای در حقیقت چوبی سخت می شود. نه چوبی سخت می شود. شوهلاف رو ما نمیمونیم بلند شدن هر یک متر ده میداره میمانه. ببینید چقدر علفی بهترین است. یعنی با جگوری مانند است. با یک مرتبه دیگه من یک برگش رو کنده گیرم و با جگوری مقایسه کنیم. انا این جگوری، انا این غومای، خای انا این غومای. این غومای مایده حق است. در پیش این دو مرتبه این نیمی غومای نیمی همین میبروید. این دو مرتبه از غومای کلون است. ببینید و این رو مول نهایت نقص میخورد. باز یک خوبی این دارد که من یک دانه شنوندم در دو ماه پیش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الکی 11 دانه شده است. بهار من اینجا ممکن 11 20 دانه من این زیاد کنم. بهار یک سوتیق آدم داشتگی همین شوهلاف یک گو یا که دو گو به ملال خوراکش رو میتید و چون که این درو کرده دودن میگیرید. نه این خیلی تنک نه و زیچ میشود. وقتی که این زیچ میبرد من جگوری زورها بری زیچ میشود و اینجا پر میشود این جگورها از این شوهلاف و درو کرده با گو که تید اگر یک سوتیقتان یک گو رو به ملال سولی دراز خوراک میتید شوهلاف. من ببینید از من حساب کنم. من یک دانه شنوندم همینجا چند دانه دود است. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا ریشه دود است. اکنون این تو تیرامو چند تا دیگه میتد نمیدونم. همینا من میگیرم تقسیم میکنم بو. یعنی که شما اگر هم خشنو دید هم خشنو از خودش غلط شده رفتن میگیرد. من این نشو ببینید البته در چند سانتی متر دور رفته به اومده است. بسیار شده رفتن میگیرد. میگن که بعد ما زمینه چی به توزه میکنیم، چه توزه کنیم. او اینه که شنو دید زمینه چی توزه میکنین 10 ساله های نه استفاده بردن میگیره علفش رو یک جای ده میکورید که نقشه میگیرید که همینجا فقط شوهلاف میشود با مدت 10 15 سال. من این شوهلاف این طرفش جگوری این مبینش و شوهلاف من فرقتش است. ولی جگوری مایده شوهلاف با قوت. این نوار درباره شوهلاف من ولی با 200 دانه دیگه درخواست کردم اگر 200 دانه دیگر بیارن اگر همینجا میشنونم خوات همین جگوری ها همینجا جگور کرده میشنونم همینجا یک شوهلاف زور میکنم. من همینجا شوهلاف زور میکنم. خیلی بعد میفروشیم ریشش رو. حاضر ریشش رو من 20 خریده ایستادم. یک ریشش رو 20 میخرم. انا شوهلاف این است. شوهلاف شوهلاف این نام حقیقی است. کینگ نامش کینگ چیده علف با انگلیسی چی میشد؟ کینگ شوه
علافش همونده کیمچی من اون دفعه مونده بودم همونجا ناموشه. من همجوران عزیز برای مول کدامتان باشید این برای سیلوس میشود، برای خشککنی میشود، برای خوراکواری تیار کردن میشود. این بهترین چیز. شو حالا ما هر چی حرکت میکنیم که با تاجیکستان چیزای بهترین رو وارد کنیم. در پناه خدا باشید. اگر معقول باشد یگان لایک مونه داخل و بی پول است لایک. نترسید هیچ کسی ما جیغ نمیزنه در گروه من برای لایک موندن. 10,000 تماشابین لایک 40 کس میموند معقول شد گفته. بعدی که آدم با میخوری تعریف میکنن زور اخی زور باشد یک لایک مونه که دیگران تماشا کنن اخی لایک مونده دیگران میبینن. رحمت و دقتتان.